سلام دوستای عزیزم. امروز میخوایم بریم سراغ درست کردن شلمین کردستان، یه غذای سنتی و پرخاصیت که بهترین انتخاب برای روزهای سرد ساله. بریم که با هم درستش کنیم. اول از همه قلم و گوشت گوسفندی یا گوساله بسته به ذائقه خودتون رو توی قابلمه میریزید. بهش برگ بو، نمک، فلفل، زردچوبه و پودر سیر اضافه میکنیم. بعد نخود خیس خورده رو همراه آب کافی میریزیم. من از جیکاز استفاده کردم، بهش 90 دقیقه زمان میدم تا کاملا پخته بشه. شلمین با مواد مغذی و طبیعیش نه تنها خوشمزه است بلکه یه ضد سرماخوردگی عالی هم محسوب میشه. حالا قرص‌های شلم رو چند بار میشورم و روش آب ولر میریزم تا خیس بخوره و نرم بشه. قلم ها که پخته شد، پیاز و سیر رو ریز خرد میکنم و توی قابلمه سرخ میکنم. زیاد روغن نمیریزم چون آب قلم خودش چربی کافی رو داره. بهش زردچوبه میزنم و به مقدار لازم کاشمه یا همون کرفس کوهی خشک شده میزنم که عطر و طعم غذامون رو چند برابر میکنه. حالا شلمه خیس خورده رو بهش اضافه میکنم. بعدش آب قلم و نخودها که پخته شده رو اضافه کرده و زمان میدیم تا خوب جا بیفته. برام جالبه که بدونم از کدوم شهر یا کشور این ویدیو رو میبینید و اینکه چقدر با این غذا آشنا هستید. تو کامنت ها لطف کنید برام بنویسید. اگر هم تو منطقه شما شلم وجود نداره میتونید اینترنتی هم سفارش بدید. این غذا یه غذای ترشه ولی با آب قلم ترشیش گرفته میشه و مزه عالی پیدا میکنه. مقدار و اندازه مواد بسته به تعداد نفراتتون داره. من چون تعدادمون زیاد بود اندازه مواد رو زیاد گرفتم. حتما امتحانش کنید. دم کردای عزیزمونم گرم با این غذای خوشمزه شون. طعمش عالیه.